حالا که سریال آبان داره با بازی درخشان لاله مرزبان میترکونه، بعد نیست یه پشت پرده از زندگی لاله مرزبان براتون بگیم. شاید خیلی‌ها دلشون بخواد بدونن این کراش جدید سینمای ایران مجرد یا متأهل یا اصلا کجاییه و این همه زیبایی به کدوم قوم ایران برمیگرده. فقط قبلش بگم اونایی که پایین همین پست قلب سفید کامنت کنن به قید قرعه یه دستگاه PS5 رو از ما هدیه میگیرن و پس فردا شب تو استوری پیجمون اسم برنده رو اعلام میکنیم. پس تا انتها همراهمون باشید. لاله مرزبان متولد 29 دی ماه 1372 تو شهر ازنای استان لرستانه. جالبه بدونید که لاله توی رشته حسابداری تحصیل کرده، اما خیلی زود فهمید که علاقش به بازیگری خیلی بیشتر از حسابداریه. بعد از اینکه دانشگاه رو تموم کرد، رفت دنبال رویاهاش و وارد دنیای بازیگری شد. از همون موقع شروع کرد به یادگیری و آموزش بیشتر توی این حوزه. اولین بار توی سریال هوش سیاه که سال 1388 پخش شد، به عنوان یه بازیگر تازه‌کار دیده شد. البته این فقط یه شروع کوچیک بود. اون زمان شاید خیلی‌ها لاله رو نمی‌شناختن، ولی کم کم تونست درخشیدن رو توی دنیای بازیگری تجربه کنه. لاله مرزبان توی سینما هم خیلی خوب عمل کرد. اولین فیلم سینماییش هم هیس دختر فریاد نمیزنم بود که سال 1392 به کارگردانی پوران درخشنده اکران شد. این فیلم باعث شد لاله بیشتر شناخته بشه و توجه به سمتش جلب. بعدها هم فیلم‌های مثل دخترم و پسرم و زیر سقف دودی هم اومد که تو اونها هم نقش‌های مهمی ایفا کرد. شاید معروف‌ترین نقش لاله مرزبان رو بشه توی فیلم زیر سقف دودی دید که نقش کیانا رو بازی می‌کرد. این فیلم به خاطر داستانش و بازی قوی به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سینمایی ایران تبدیل شد. لاله توی این فیلم نقش متفاوت و چالش برانگیزی داشت که خوبم از پسش برآمد و تونست تحسین منتقدین و مخاطبان رو جلب کنه. در کنار سینما لاله مرزبان توی تئاتر هم فعال بوده، یعنی بازیگریش محدود به سینما و تلویزیون نمیشه. لاله در چندین نمایش معتبرم حضور داشته که در اونها نقش‌های متفاوتی رو ایفا کرده. مثلا نمایش‌های مثل من آنجا نیستم و خانه فراموشان که توی این نمایشنامه هم تونست مهارت‌های بازیگری خودش رو به نمایش بذاره. لاله مرزبان علاوه بر اینکه توی دنیای بازیگری شناخته میشه، در زندگی شخصی هم خیلی آدم حرفه‌ای و تمرکز میکنه روی کارش. خودش هم گفته که هر روز تلاش میکنه تا بهترین نسخه خودش رو ارائه بده و هیچ وقت از یادگیری دست نمیکشه. از نظر زندگی شخصی هنوز ازدواج نکرده و میشه گفت که بیشتر تمرکزش روی کارش بوده. توی کارنامه هنری لاله مرزبان فیلم‌هایی مثل بی همه چیز رو داریم که سال 99 منتشر شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. همچنین برای بازی در فیلم نگهبان شب که در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد، نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد که خودش یه افتخار بزرگ برای این بازیگر محسوب میشه. یه نکته جالب درباره لاله اینه که علاوه بر بازیگری به ورزش هم علاقه داره و در دوران مدرسه رشته‌هایی مثل تنیس یا همون تنیس، شنا و والیبال رو دنبال می‌کرده. این نکته هم نشون میده که لاله یه فرد با انرژی و فعاله که همیشه دنبال چالش‌های جدید می‌گرده. و در آخر براتون بگم که لاله مرزبان با استعدادی که داره میتونه در آینده به یکی از چهره‌های مطرح سینما و تلویزیون تبدیل بشه. از اینکه با کارهاش مخاطب رو جذب می‌کنه نشون میده که بازیگر توانمندی است و آینده روشنی هم در انتظارشه. درباره ماشینش هم سعی می‌کنم چیزی نگم، اما پورشه ماکان 13 میلیاردی سوار میشه و خیلی هم عاشق سرعته. مرسی که تا پایان همراهمون بودید و ما رو به تماشا نشستید. کامنت قلب سفیدم یادتون نره که PS5 در انتظارتونه.